با دوست پسر مژده جمالزاده بیشتر آشنا شوید. سلام دوستان عزیز، به کانال ما خوش آمدید. لطفا این ویدیو را تا آخر تماشا کرده و فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل ما را سابسکرایب کنید. Where are you going? Yeah, he's not so nice. Bad Milad comes out every once in a while. مژده جمالزاده در 7 دسامبر 1985 در کابل به دنیا آمد. او خواننده و مدل است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته روزنامه‌نگاری تلویزیونی در انستیتوی تکنولوژی بریتیش کلمبیا در کانادا است. او علاوه بر خوانندگی مدل بوده و تجربه بازیگری نیز دارد. مژده در 5 سالگی به دلیل جنگ داخلی به همراه خانواده خود به کانادا مهاجرت کردند. او فعالیت خود را در موسیقی بعد از دانشگاه از سال 2007 وقتی 22 ساله بود شروع کرد. در صفحات اجتماعی به خصوص اینستاگرام شایع شده بود که مژده جمالزاده با یک پسر رابطه دارد، اما این شایعات حقیقت ندارد و او مجرد است. تشکر فراوان از اینکه این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. فراموش نکنید تا نظریاتتان را در بخش کامنت با ما شریک سازید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.